الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. برادر از ما سوال نمودند که بعد از رکوع راست شدن و بالا شدن دست را به بالای دست ماندن و به صدر ماندن آیا سنت است؟ آیا در سنت وارد شده است؟ بارک الله فیکم. در این مسئله، یعنی مسئله که وقتی که از رکوع راست میشوید، وقتی که سمع الله لمن حمیده گفته راست میشوید، دست رو به کجا میگذارید؟ علما به سه قول اختلاف کردند. یک قولی هست به مانند مذهب ابو حنیفه و غیره از مذاهب، مذهب شافعی هم هستند و قولی از امام مالک رحمه الله که میگویند دست رو به هم دیگرش، یعنی دستی راست رو به بالای چپ نمیگذارید بلکه دستتون راست می ایستد. چخیلی که مردم ما سمع الله لمن حمیده میگن دستشون راست پرتافتگی می ایستد. و قول دوم قول علما و محققین که میگویند وقتی که سمع الله لمن حمیده میگید، مثلی که پیش از رکوع دست راستتون در بالای دست چپتون بود در بالای صدر، این چنین بعد از سمع الله لمن حمیده گفتن پیش از به سجده رفتن دست راست رو به بالای دست چپ میگذارید و کمی می ایستید. و البته به این گفتهشون دلیل ها می آورند. و قول سوم این قول یک روایت از احمد ابن حنبل است که میگویند هر کسی خواهد دستش رو به بالای دستش ماند و بعد از سمع الله لمن حمیده گفتن تا سجده رفتن دستش رو به بالای دستش به صدرش ماند، کسی که نخواهد دستش رو دراز گذارد. البته دلیل قول اول که دست رو به بالای دست، یعنی به بالای صدر نگذارید، میگن دست رو سرد بدهید و دست ها راست بایستد بعد از سمع الله لمن حمیده تا سجده کردن، این قول هیچ دلیل ندارند بلکه بعضی از قیاس ها و اجتهادی، یعنی اجتهاد دارند. و قول سوم قول احمد ابن حنبل به هر دو طرف مایل هستند. اما قول یعنی دوم که گفتیم قولی که میگویند بعد از سمع الله لمن حمیده گفتن باید دستی راست رو به بالای دست چپ مانید و به بالای صدر مانید، البته رفع یدین میکنید و بعد از این دستی راست رو به بالای دست چپ میگذارید، کمی میایستید و بعد از این به سجده میروید. یعنی مثلی که در نماز در سوره فاتحه هنگام تلاوت فاتحه خیلی که دستتون به بالای دست میایستد در پیش براتون، این چنین بعد از سمع الله لمن حمیده بعد از رکوع بعد از برداشتن هم باید همین خیلی گذارید. و این قول اکثر علمای اهل سنت است و همین به همین قول ابن باز و شیخ ابراهیم محمد ابن ابراهیم، شیخ ابن عثیمین و دیگر از علمایی که امروز در این عصر وجود دارند و بسیاری از محدثین به همین چی هستند، به همین قول هستند. و البته دلیلشون این دلیل هست که در صحیح بخاری روایت شده است از سهل ابن سعد الساعدی رضی الله عنه که میگویند قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. امام بخاری در کتاب صحیحشون روایت میکنند که سهل ابن سعد الساعدی رضی الله عنه صحابه میگویند که در زمان رسول اکرم صلی الله علیه وسلم رسول الله مردم را امر میکردند که در نماز یک مرد، یک مسلمان، خواه مرد باشد خواه زن، دستی راستش را بر بالای دستی چپش بماند در نماز. یعنی وقتی که نماز میخونید دستی راستتون را به بالای دستی چپ بمانید و در همین حالت قرائت کنید و در همین حالت و بعد از این رکوع کنید و در حالت رکوع کردن البته دستتون رو به زانویتون رسونید. وقتی که سمع الله لمن حمیده میگید و از رکوع بردار میشید با مثل پیشتر دستتون رو، دست راست رو به بالای دست چپ گذارید. و البته این وجه دلالهش همین از همین حدیث همین است. وجه دلاله همین است که چخیلی که در علم اصول فقه استقراء و تتبع میگن. وقتی که این حدیث رو ما استقراء کردیم، درونش رو، معنیهاش رو خوب درک کردیم، گفتگو کردیم و تتبع کردیم، بعد از این به ما بیان گشت که وقتی که انسان سمع الله لمن حمیده میگوید باز دست راستش رو به بالای دست چپ گذارد و به بالای صدرش ماند. چخیلی که همین سخن رو ابن باز و شیخ محمد ابن ابراهیم و غیره ذکر کردند. علما میگن معروف است که وقتی که انسان در حالت رکوع هست دستش رو به بالای زانویش میگذارد و وقتی که در حالت سجده هست یا که از سجده بردار می شود دستش رو بالای زانویش میگذارد. وقتی که در حالت تشهد است دستش در بالای فخذ سانش است. و یک حالت است که ما میدونیم که البته پیش از رکوع دست انسان در بالای صدرش است و در دست راستش در بالای دست چپش است، اما یگانه حالتی که ما نمیدونیم این
در حالت یعنی بعد از رکوع وقتی که سمع الله لمن حمیده میگوییم تا سجده رفتن دست آیا یگان مکان خاص خود را دارد یا که آزاد میستد؟ البته خیلی که در همه حالت دست مکان حالت خاص خود را داشت در نماز، این چنین بعد از سمع الله لمن حمیده دست حالت خود را دارد و دست راست به بالای دست چپ گذاشته به بالای صدر گذاشته میشود. بارک الله فیکم. و به همین حدیث دیگری دلالت میکرد، حدیث وائل ابن حجر رضی الله عنه دلالت میکند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم همیشه در حالت قیامشان راست ایستادنشان دست راستشان در بالای دست چپ گذاشته و به صدرشان میگذاشتن و این حدیث عمومش دلالت میکند که در حالتی یعنی قیام وقتی که سمع الله لمن حمیده گفته با قیام میشه، در این حالت هم باید دست به بالای دست گذاشته شده به صدر گذاشته شود. بارک الله فیکم. پس همین مستحب است، اما در این مسئله نباید ما بین موحدین اختلاف شود، نباید در بین مؤمنان مسلمان ها در بین امت اسلام در این مسائل اختلاف شدید شد. ما میگیم هر کسی که اجتهاد کرد و دست رو گذاشتنش رو راست ایستادنش رو اختیار کرد باکی ندارد و هر کسی که البته به سنت پیروی کرد و از سنت اجتهاد کرد و با استقراء تتبع اجتهادش به این رسید که دست رو باید بعد از رکوع هم وقتی که سمع الله لمن حمیده بگه دست رو بالای دست گذاشته شود و به صدر گذاشته شود، این هم البته درست است، لیکن موافق سنت و مذهب حق والله اعلم همین است که وقتی که سمع الله لمن حمیده میگید دستتون بالای دست راست به بالای دست گذاشته شده و به صدر گذاشته شود. بارک الله فیکم. و به همین سنت دلالت میکند حدیثی که امام بخاری روایت کردن از سعد بن سهل ساعدی و در سنن آمده است در مسند از وائل بن حجر. بارک